سلام و خسته نباشید. برمیگردیم به سال 84 که شخصی به نام مستعار اسپرا اینترباند رو تشکیل داد و اینتر استودیو پاتوق آهنگسازی‌هاشون شد. همکاری اسپرا با بزرگان موسیقی ساخت آلبوم رسوات میکنم علی حسینی، همکاری با حامد هاکان، آهنگسازی که باعث معروفیت چاوشی و یگانه شده بود، آهنگسازی برای خانم نگین، غزل و خانم نقشبندی، همکاری با حمید رضا و علی رضا همین تلجنسی معروف که فیدشون رو بعداً میذارم که بشنویم، آهنگسازی که 9 سال کل مجازی جنوب کشور تو دست داشت و اون موقع حتی اینستاش به 18 کار رسیده بود. اما جالب این بود وقتی در اوج شهرت بود غیب می شود، درست بعد از ساخت آلبوم طنابدار، آلبومی که نظیر نداشت، متفاوت نو بود اما سیاسی. اون موقع اسپرا بعد انتشار آلبومش یک بار غیبش زد. برگشتی در سال 1402 با تگ آهنگ عاشقانه خانم تویی و باز غیب می شود بدون هیچ فعالیتی در مجازی. یک نکته جالب بگم، یک سال بعد اسپرا 12 پرونده در دادگاه داشت با متن‌های مانند درگیری، اهانت بدی. در زاهدان نیوز برمی‌داریم از غیبت‌های آهنگساز مطرح جنوبی یعنی اسپرا، از حواشی درگیری‌ها، دستگیری‌ها، دادگاه‌ها، غیب شدن اثرهای این هنرمند، فرار اسپرا از پرونده‌ها به آغوش سپاه، از گیر افتادنش توسط خانواده کلاهبردار، ساپورت 10 میلیاردی از دبی. چند روزی برگشته با استوری جنجالی که عکس 4 خانم وقتی خواننده میگه اشک ریختن واسه بعضیا و چند عکس مرد از گنده های ایران الان. خانم غزل با پست جنجالی که به یوتیوب رسید همسر اسپرا رو متهم به خیانت و عکس‌هایی ازش در چایخانه در حال استعمال منتشر کرده. بعدش سایت میپره، پستا برداشته میشه و خبر از هست به نیست تبدیل میشه. از اعتیاد تر، از کارگری و راه میلیاردی و در نهایت برگشتی متفاوت.